سلام دانش آموزان گرامی، علاقمندان زبانهای خارجی، همدیاران عزیز، همه شما را به کانال دانش آموز خوش آمدید میگویم و درسی سیوم است از سلسله درس های انگلیسی برای نوآموزان. اگر نفری از شما درس های پیشینه ما را بخواهد جستجو کند، پس ما در سامانه های اجتماعی به این سلکه ها گویم یا عنوان ها گویم وجود داریم و این سلکه ها را این پیوند ها را میتوانید از زیر همین ویدیو در شبکه یوتیوب پیدا کنید و با یک انگشت زدن شما میتوانید به این گروه ها پیوست شوید. با این گروه ها گویم از زبان روسی گرفته شده است، فهمانتر است برای مردم، یعنی یوتیوب، فیسبوک، تلگرام، واتساپ. و در یوتیوب دانش آموز با حرف های انگلیسی انانیمین خیلی اگر نویسید دانش آموز نویسید میبراید. خب در این درس ما تصمیم گرفتیم درباره حرف هایی که یعنی در اصل صدای دیگر دارند، وقتی که با اون حرف یک حرف دیگر علاوه می شود آواز دیگر را می دهد. مثل کلمه سی در اصل صدای س را دارد، اما وقتی که H پیوست می شود و اون همراه می شود در این حالت چ صدای چ را دارد. چ. خب CH صدای چ را دارد در بعضی حالت، مثل کلمه چیپ ارزان، و در بعضی حالت صدای ک را دارد، مثل کلمه کاراکتر شخصیت. شاید سوالی پیدا شود از طرفی زبان آموزان که یکان قاعده وجود دارد که ما فرق کنیم که در کدام کلمه حرفی CH حرفهای CH صدای آوازی چ را دارد و در کدام کلمه آوازی ک را دارد. راستی تا این زمان من در یگان جو یگان قاعده وان خوردم که حرفی C و H اگر این خیل آید این خیل تلفظ می شود، اگر اون خیل آید پس اون خیل تلفظ می شود. بنابراین کلمه های هستند که با مرور زمان و با گذشت وقت از یاد کردن اونها، یعنی ما فرق میکنیم که در کدام کلمه S و H C و H چه تلفظ می شود و C و H که تلفظ می شود. مثل کلمه های روسی که در بعضی حالت C هست و در بعضی حالت C هست، یا مثل کلمه های زبان عربی، اگر کسی از شما زبان عربی رو برخوردار باشد، مثل هی حلقی و مثل هی عادی. یعنی به مرور زمان این چیزها رو شما خوب درک میکنید. حرفی P و H در بعضی حالت صدای ف را دارد، فارماسی داروخانه. البته این کم است به این شکل، چرا؟ زیرا که در زبان انگلیسی فی علاقیده موجود است، این خیلی نوشته می شود. و حرفی C و H که آوازی ش را دارد، این در همه حالت وقتی که S و H را دیدید پس اون آوازی ش را دارد، مثل کلمه شرت، کرتا، پیراهن و کلمه های دیگر مثل شوز، شاپ، مثل اینها. و حرفی T و H گاه صدای ز را دارد و گاه صدای س را دارد. سی با پیش دهان گفته می شود، یعنی اگر زبان عربی رو مثال بیارم در اینجا حرفی سه نقطه، اگر کسی زبان عربی رو داند، اگر کسی نداند با دندان های پیش تلفظ می شود سه. خب در حرفی ز مثل صدای ز مثل زیس این. البته ما که نوآموز هستیم زیس نوشتم، ولیکن
وقتی که پیش می روید زبان انگلیسی رو خوب از خود میکنید، پس در اون حالت this نمیگید، میگه this. یعنی بین ز و د می شود صدایش. this مثل اینکه شما اول در زبان د رو میدارید، میخوابید this مثل این. و حرفی T و H مثل و حرف T و H گوهو صدای سه نقطه را دارد، یعنی سه thin مثل خراب، لاغر، یعنی معنایش خراب، لاغر. و کلمه های دیگه هم با این حرف وجود دارد، مثل کلمه think چیز می شود، think فکر کردن می شود. و کلمه thank you سه با همین سه نوشته می شود. و دو حرفی آ گاهی او تلفظ می شود و گاهی بین آ و او تلفظ می شود، مثل کلمه book و مثل کلمه دور در، مثل کلمه گوگل با دو حرفی آ نوشته می شود. گوگل نمیگیم، گوگل میگیم، گوگل. و مثل پسوندی TION شن تلفظ می شود. information اطلاعات، معلومات. و حرف T و U گاهی صدای چو را دارد، مثل کلمه picture رسم. از درس سیوم این بخشی یکمش بود، میگذاریم به بخشی دوم. حرفی G با همراهی H گاهی صدای ف را دارد. در کدام حالت؟ اگر در آخری کلمه آید. enough مثل enough یعنی کافی، کفایت. کلمه G و H در بعضی حالت خوانده نمی شود. در کدام حالت؟ اگر در بین کلمه آید، مثل کلمه night شب می شود معنیش. کلمه ب خوانده نمی شود. در کدام حالت؟ اگر پیش از حرفی M آید، مثل لم. معذرت در اینجا خطا شده است، یعنی اگر پیش از حرفی M آید نبود، اگر بعد از حرفی M آید. یعنی اگر همین حرفی ب بعد از حرفی M آید، در این حالت تلفظ کرده نمی شود، مثل کلمه لام گوسفند. و حرفی K خوانده نمی شود. در کدام حالت؟ اگر پیش از حرفی N آید. در اینجا تو درست است فکر میکنم. پیش از حرفی N آید، مثل کلمه now یعنی میدوند. he know me یعنی هم به معنای میدوند و میشناسد میشه. اگر در این حالت استفاده شد که he know me وای ما رو میشناسد، یعنی میدوند. خب حرفی S در بعضی حالت Z تلفظ می شود. در کدام حالت؟ کلمه is دائم is دائم is تلفظ می شود. در اینجا شرح دادیم در کلمه is و اگر در بین دو صدانک آید. خب در اینجا rose در بین دو صدانک است، یعنی O و E صدانک هستند. O و E با طرز انگلیسی معنایش گل صدبرگ. و حرف C صدای سه را دارد. در کدام حالت؟ اگر بعدی وای، یعنی بعد همین حرفی C اگر بعدی وای حرف های E I Y آید، در این حالت صدای سه را دارد. فهمو شد؟ اگر
بعدی حرفی اس. اگر بعدی حرفی اس 3 حرف باید، بعدی حرفی سی 3 حرف باید. کدام حرفو؟ ای آی وای، ای آی وای، ای آی وای. در این حالت 3 تلفظ می شود. مثل کلمه سرمونه، سرمونه. در اینجا بعدی حرفی سی ای آمدگی است. سرمونه، جشن مراسم. در اینجا سیتی بعدی حرف اس ای آمدگی است. سیتی شهر، یا که بایسیکل، بایسیکل. بایسیکل در اینجا بعدی حرفی سی وای آمدگی است. بایسیکل دوچرخه. و حرف سی در کدام حالت کا تلفظ می شود؟ در دیگر حالت ها، مثل کلمه کات، کات، کات گربه، پیشک. کم، کم، کم بیا. و حرفی جی در کدام حالت جی تلفظ می شود؟ در حالت هایی که بعدی معذرت. خب حرفی جی مثل کلمه جنرال، جنرال یعنی معناش عمومی. انجینر، انجینر مهندس. جیم ورزشگاه، تالار ورزشی. در کدام حالت ج تلفظ می شود؟ در اینجا نوشتیم. همین حرفی ج به مانند قاعده اس است. یعنی بعدی حرفی جی، بعدی حرفی جی اگر حرفی وای، حرفی آی، حرفی ای باید، در این حالت ج تلفظ می شود. قاعده را شما فراموش نکردید فکر میکنم. یعنی اگر بعدی از اینجا این خیلی نویسیم می شود. اگر بعدی حرفی جی، ای، آی، وای باید، در این حالت ج تلفظ می شود. خب حرفی گ در بعضی حالات خوانده نمی شود. اگر در بین حرف های آی و ان باید، مثل ساین، ساین علامت، رمز، نشانه، امضا کردن. در بعضی حالات به معنای امضا کردن می آید. ساین. خب کلمه فورین، فورین، فورین. در اینجا نیز حرفی جی تلفظ نمی شود، به خاطری که در بین حرفی آی و ان آمدگی است. دیده ایستادن آی و ان. فورین، فورین گفته خارجی، بیگانه، اجنبی. یعنی آدم های خارجی یا زبان خارجی، زبان اجنبی، به همین معنا. خب از همگی شما معذرت میخوام که درس کمی با درازو کشید. بنابراین قاعده هایی که در اینجا گذاشتیم. و یک چیز دیگر رو میخواهم برای شما یادداشت نمایم که این آخرین درسی بود که از پیش خود تیار کردم و برای شما پیشکش نمودم. و خوشبختانه 30 درس را با موفقیت به انجام رسانیدیم. از این پس از کتاب اینترچنج بخش اینترو درس را شروع میکنیم. اگر کسی از شما داشته باشد پس میتواند آمادگیش را ببیند. اگر کسی از شما نداشته باشد میتواند در گوگل نویسد، پیدا می شود. و اگر دریافت نکرد، پیدا نکرد، میتواند با سامانه های اجتماعی، صحیفه های ما در سامانه های اجتماعی مراجعت نماید. ما این کتاب رو برایش شکلی الکترونیش رو که یعنی PDF اش رو برای اون روان میکنیم. از همه شما تشکر که تا آخری درس همراهی ما بودید و در اینجا درس امروزه به انجام میرسد. خدا نگهداری شما باد. خیر. خداحافظ.